سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. سرکشی از امر پدر و مادر. سرکشی کردن از امر پدر و مادر یکی از گناهان کبیره به شمار می رود. الله سبحانه و تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. پروردگارت حکم کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه تا تو زنده هستی هر دو یا یکی از آن دو سال خورده شوند آنان را میازار و به درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوی. در برابرشان از روی مهربانی بال خاکساری فرود آور و بگو: ای پروردگار من، همچنانی که مرا در خردی پرورش دادند بر آنها رحمت آور. در این آیت‌های مبارک الله سبحانه و تعالی امر به یکتاپرستی کرده و در دوام آن میگوید و به پدر و مادر نیکی کنید. از این معلوم می شود که بعد از یکتاپرستی نیکی کردن به پدر و مادر خیلی عملی مهم و بزرگ است، چون پدر و مادر سببی به دنیا آمدن ما گشتند. و در دوام آیت الله سبحانه و تعالی به ما امر می کند تا ما به آنها مهربانی کرده و در حقشان دعا بکنیم. و در سوره دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان به آدمی سپارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و اگر آنها کوشش کنند که تو چیزی را که به آن آگاه نیستی شریک من قرار دهی اطاعتشان مکن. بازگشتی همه شما به سوی من است و شما را به کارهایی که می کردید حتما آگاه می کنیم. در اولی آیت الله سبحانه و تعالی به ما امر می کند تا ما به پدر و مادر خود نیکی بکنیم. و در دوام آیت می گوید اگر آنها کوشش کنند که تو به من شرک آری، یعنی گناه بکنی، آنها را اطاعت مکن. یعنی اگر امری پدر و مادر به گناه باشد، یعنی کاری که پدر و مادر به شما گفتن انجام بدهید و این کار گناه باشد، در این وقت ما باید آنها را اطاعت مکنیم، چون الله خالق ما و خالق پدر و مادر ماست و در این حالت امر خدا را به جای آوردن مهمتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مهربانی خدا در مهربانی پدر است و غضب خدا در غضب پدر است. در حدیث دیگر فرمودند: مناسبت خوب تو با پدر سبب وارد شدن تو به جنت از بهترین در است. از این پس از خود تو وابسته است. می توانی این را رعایت نموده از این در وارد جنت شوی یا ترک آن نموده از این راه محروم مانی. و در حدیث دیگر فرمودند: جنت در تحت قدوم مادران است. روز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از صحابگان بیامد تا که بپرسد ممکن است که او به جهاد رود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند: والدان تو زنده اند؟ آره، جواب داد صحابه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: بگذار جهاد تو نگاه بینی آنها باشد. روز از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند:
به کی باید مناسبت خوب داشت؟ او صلی الله علیه و سلم جواب داد: به مادر، پدر، خواهر، برادر، از همه آدمی به تو نزدیک و سپس به شخص دیگری که بعد آنها به تو نزدیک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: آدمان زیرین به جنت نمی درآیند. کسان پدر و مادر را حرمت نمی کنند، کسان بخشش نموده طعنه می زنند، شرابخواران و کسان به سحر و جادو باوری دارند. عبدالله ابن عمر خداوند از آنها راضی باد روایت می کند: روز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مرد آمده و پرسید: یا رسول الله، کدام گناه ها کبیره اند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب داد: شرک آوردن به خدا، اطاعت نکردن پدر و مادر، قسمی دروغ. از عبدالله ابن عمر خداوند از آنها راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند: نمی درآید به جنت کسی که پدر و مادر را حرمت نمی کند و کسی که تقدیر را انکار می کند. مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید: ای رسول خدا، چی می فرمایی به من اگر من 5 وقت نماز بگزارم، روزه ماه شریف رمضان را بدارم، زکات بدهم و طواف خانه خدا کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: آدمی که این عملها را رعایت می کند و عزت پدر و مادر را می دارد، وی در صف پیغمبران، صالحان و شهدا قرار دارد. ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت می کند: یگان فرزند حق پدر را ادا کرده نمی تواند. فرزند حق پدر را به جا آورده نمی تواند تنها اگر او را در اسارت دریابد و خریده آزاد نماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند لعنت کند فرزندی را که پدر و مادر را عزت نمی کند. کعب می گوید: به خدا قسم، اگر انسان ضد پدر و مادر براید، الله تعالی با شتاب او را جزا می دهد و نیست و نابود می گرداند. انسانی را که به پدر و مادر مناسبت نیک می کند، عمرش را دراز می گرداند و مکافات عمل می دهد. برادر و خواهر عزیزم، در آخر از الله مهربان طلب می نماییم که توفیق هدایت بر ما نصیب بگرداند تا فرمان برداری پدر و مادر باشیم و در آینده فرزندان ما هم فرمان برداری ما بگردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح، سبيل الدموع سبيل